گور بابا شاد چی؟ آقا بگو آقا دین شما یاد ندادم به گور مرده توهین کردن زشته. یک شما حالا به گور یکی توهین کرد که نباید میکرد دیگه. هر کی هم باشه بالاخره خدمت کرده به این کشور. کی؟ هر کی بود. شاه میگی؟ حالا من نمیگم، هر کی خودش میدونه به کی. نه به گور بابا شاد چی؟ حالا به گور هر کی توهین کردی. حالا شما نه اگر به جای شما محمد رضا شاه پهلوی از قبل میومد بیرون اینجا مینشست در حمایت از نظام پهلوی، برمیگشت میگفت آقا تو دوره قاجار مردم شناسنامه نداشتن، من مردم شناسنامه دادم. مردم از وبا و بیماری هزار کثافتی داشتن میمردن. اجازه بده. بعد 47% که شما میگی 47% که شما میگی شده 97% و فلان، شما هم برمیگشت میگه آقا قاجار 10% مردم 10% هم نه 5% مکتب خونه یه دونه دانشگاه تو کشورتون نبود. من اومدم اینا رو ساختم. پس اینجوری نمیشه بحث کرد. گور بابا یعنی چی؟ یعنی آقا مرده، آقا رفته، آقا 50 سال شاه رفته، چند سال دیگه شما زمان می‌خواید کشور بسازید. آقا تو دیگه نباید بیای بگی فلانی نکرده فلانی کرده. تو باید بیای بگی این 40 سالی 50 سالی چیکار کردی. قرار نیست تو بیای بگی شاه چیکار کرده چیکار نکرده.